که به شکل زنده در خدمت علی کریمی عزیز باشیم. میدونم که خیلی دلتون براش تنگ شده. علی آقا سلام. سلام مشتاق جان، خوبین؟ چطورین؟ خیلی ممنون. خیلی خوشحالم که علی آقا تو این لایو کوتاه با من هستید. خب یقینا خیلی از مردم دلشون برای علی کریمی لک زده و فکر کنم این اولین باری هستش که علی کریمی از بخش لایو اینستاگرامش داره استفاده میکنه. تا قبل از این فکر کنم هرگز این ابزار رو استفاده نکرده بودی، درسته؟ دیگه منو وارد این کار کردی دیگه مشتاق جان دیگه. حالا اولین بارمه که این اصلا کلا لایو اینستاگرامی میرم و قبل از اون میخوام سلام عرض بکنم به تمام هموطنان. خوب و سلامت. یه تایم طولانی بودش که بله. با هموطنان میگم با ما در فکر کنم الان تقریبا بیش از 20 سال و نیم شده که جایی صحبت نکردیم درباره این قضیه. ممنونم که این فرصت رو به من دادی که الان از این طریق با هموطنانمون صحبت بکنم و خوشحالم که اینجا هستم. یقینا خیلی خیلی زیاد مردم دلشون برای علی کریمی تنگ شده و من خودم از همه بیشتر و خیلی خوشحالم که الان دارم زنده میبینمت. در مورد خبری که خب من و شما هفته پیش استوری کردیم و قرار بود که خیلی شفاف و مردم صحبت بکنید و میخوام از این فرصت استفاده کنیم و بگیم که قرار هستش که چه کاری اتفاق بیفته روی کانال یوتیوب شما که به زودی مردم شاهدش خواهند بود. مشتبه جان، اصلی که حالا به لطف شما و صحبتی که با هم کردیم قرار شدش که بتونیم صحبتایی که درباره موضوعات مختلف انجام میدیم و توی کانال خودمون انجام بدیم که مردم بدون سانسور، بدون هیچ مشکلی، هیچ دغدغه‌ای صحبتامون و نقطه نظرات ما رو بشنون، گوش بکنن و در نهایت هم میگم اون برداشت و اون قضاوت با مخاطبین ما هستش که درباره اون مسئله‌ای که صحبت میکنیم چی هست و امیدوارم که بتونیم برنامه‌های خوبی درست بکنیم. حالا با در مورد همه موضوعات هم صحبت میکنیم دیگه. حالا نمیتونیم بگیم فقط ورزشی، نمیتونیم بگیم فقط سیاسی، نمیتونیم بگیم فقط همه جا میگیم. همه این مسائل رو در بر میگیره و اینکه دیگه الان زندگی تمام ما ایرانیا تو هر چیزی که باشیم به مسائل سیاسی ربط پیدا میکنه، چون توی هر جایی که میبینیم این آدمای سیاسی هستن و به عنوان مدیر عامل، مدیر کل، نمیدونم وزیر، وزرا، نماینده مجلس، اینا متاسفانه خب کار دستشون هستش و تصمیم گیری میکنن. امیدوارم بتونیم برنامه‌های خوبی درست بکنیم و مخاطبینمون از اون برنامه لذت ببرن. هرچند من فکر میکنم که این برنامه شاید واقعا داغ دل خیلی از هموطنانمون رو تازه بکنه، ولی خب دیگه حقیقتیه که دربارهش باید صحبت بکنیم انشالله. و امیدوارم که بتونن ببینن، از اون طریق ما رو دنبال بکنن و بتونیم برنامه‌های خوبی درست بکنیم. خیلی ممنونم ازت. این رو بگم خدمت بیننده های عزیز و ارجمند، چون به هر حال علی کریمی بیش از چندین میلیون فالوور توی اینستاگرام داره، ولی خب کانال یوتیوبش چون زیاد فعالیت نمیکرد شاید هنوز مردم در جریان نیستن. ما از این طریق خواستیم که مطلع بکنیم همه شما عزیزان رو که از طریق کانال یوتیوب علی کریمی حتما همراه ما باشید. ما گفتگوهایی رو با علی کریمی انجام دادیم که امیدوار هستیم از این هفته، یعنی از یکی دو روز دیگه، قسمت به قسمت و هر قسمت 30-40 دقیقه تقدیمتون کنیم. از مسائل مختلف صحبت خواهیم کرد، هم فساد در فوتبال، هم مسائلی که برای خود علی آقا ایجاد شده، اصلا نحوه رفتنش، این مبارزه و این مسیری رو که آغاز کرده. خب خیلی‌ها سوال می‌کردن در مورد مباحث خانوادگی، بحث خواهر علی کریمی که خیلی مطرح کرده بودن، گفتن همه جا میگن که آقای علی کریمی نمیدونم سر خواهرت کلاه گذاشتی رفتی، و حتما علی آقا خیلی مفصل در مورد اینها صحبت خواهد کرد. و خیلی ممنونم علی جان از اینکه وقت گذاشتی و در این لایو خیلی کوتاه با ما همراه بودی. اگه حرفی داری در پایان با مردم، الان چیزی در حدود 25-6 هزار نفرم زنده دارم میبینم، اگه نکته‌ای هست حتما میشنویم.
حتما همینطور هستش. حالا هر کسی هم هر سوالی داره، حالا طبیعتا حالا خودت بهتر میدونیم، ما برنامه هم اینجوری که همیشه هم این نیستش که ما صحبت بکنیم و مطمئنا هر کسی هم که سوالی داشته باشه جواب میدیم. حالا میگم من خودم میگم در حد فهم و توانایی خودم جواب میدم. اگه نتونم جواب بدم خب مطمئنا جواب نمیدم، ولی بعضی که الان هستش خب حرف و حدیث خیلی زیاده و امیدوارم بتونیم تمام اون شک و شبهه‌ای که ایجاد شده، و البته اینم بگم خب بالاخره اکثریت همه در جریان هستن که چه اتفاقاتی حداقل برای این 2 سال اخیر، حدوداً 2 سال اخیر افتاده و در جریان هستن، همه چیز میدونن. ولی حالا برای اون عده معدودی که بازم براشون یه شک و شبهه ایجاد شده درباره‌اش صحبت میکنیم و از اینجا هم اعلام میکنم که آقا هر کسی هم که سوالی چیزی داره بپرسه از ما، و ما یه سری برنامه‌ای هم داریم که فقط پاسخگوی سوالات مخاطبین ما هستیم که بتونیم حالا جواب سوالاشون رو بدیم، و امیدوارم که از اون سوالا بتونم به اون چیزی که میخوام برسن. خیلی ممنونم از علی آقا. همینطور که علی آقا گفت ما یه بخشی رو حتما طراحی میکنیم که شما بتونید به شکل ویدئویی یا صوتی یا حتی پیام ها سوالای خودتون رو از علی آقا حتما برامون بفرستید و ما توی همین جا با علی آقا صحبت میکنیم و میذاریم. و به خاطر اینکه حالا شاید خیلی از هموطنان عزیزمون توی ایران دسترسی به یوتیوب نداشته باشن، چون به لطف دوستان در دستگاه‌های مختلف یوتیوب از خیلی وقت پیش، در صورتی که الان در تمام دنیا یوتیوب یه دانشگاه برای آموزش، در ایران فیلتر هست، سعی می‌کنیم بخشای شما هم حتما در اینستاگرام علی آقا بذاریم و امیدوار هستیم که ما رو حمایت کنید. علی آقا خیلی ممنونم. من اینم بگم مشتاق جان، ببخشید قبل از خداحافظی که واقعا همینه، ببین این صحبتایی هم که انجام میدیم و تیکه‌هاشون رو توی کانال تیکه‌هاشون هم میذاریم که حالا بالاخره همه در جریان قرار بگیرن، و امیدوارم که بتونه کمکی در آگاهیشون در اتفاقاتی که توی کشور میفته کمک کنه بهش. خیلی ممنونم، آرزو موفقیت دارم براتون. مخلص. یا علی مدد، خداحافظ. چاکریم. یا از تمام هموطنانم خداحافظی میکنم. مخلص.